سلام و درود خدمت شما عزیزان. با یه ویدیوی دیگه با آموزش هیروی هلکورت، نحوه جانگل زدن، روتیشن و کلا نحوه پلی دادن این هیرو رو در رول جانگل اومدم به شما آموزش بدم، نشون بدم توی این مچ. امیدوارم کمک کننده و مفید باشه. از سمت بلواف شروع میکنم چون بلواف سمت ایکس پلینه. جانگل هایلوس از رد باف شروع کرده. بله، مستقیم میریم سمت رد بافمون. بهترین پوزیشن برای جانگل زدنمون فعلا رد بافه. رتری، بله میتونیم اینویت بدیم چون که رتری نداره و الان هم سمت فلشه کریپه بالای رد بافه. اگه برسم خوب میشه، نکنم برسم، مهم نیست. فکرم داره کریپ میزنه ولی مثل بل کرده کریپ. دمیج خوبی رو بدیم. اشتباه خودم بود اینجا، حواسم به موسیقی نبود، مهم نیست. حیف شد. کریپ های هایلوس رو میزنیم. رکی زدم اونجا به اشکالی ندارم. میتونم میارم این ور این که رتری ندارم. هر چیز زمان بخریم به نفع منه. دارم نهید رو باف چون رتری ندارم که نهیم. لیول ما سر تتل 5 هایلوس 4. تا میتونید شما تا قبل ترتل یعنی که میتونید درگیرید تیم اگه بسنجیدی، اگه میتونید که به تیم فایت وارد نشید فارم رو ترجیح بدید فارم کنید. هرچی لیول شما بیشتر بشه یعنی به کیلو دول میشرمه. اهمیت ایکس پی یعنی لیول بیشتر برای رول جانگل اول بازی. ندید ما رو ندیده. این از این حالیت تو لیول از این پایین تره. یک سر بولبافش میره. یه تفاوت لیول اول بازی خیلی از چندین آیتم حتی تاثیرش بیشتره. نمیره. کلا فوکوستون اول بازی تا قبل مینی 5 فقط کریپ زدن نباشه، یعنی بین کیل و کریپ فارم کردن و کوب زدن و ارجعیت بدید. شما وظیفه گنگ دادن اول بازی ندارید به شما، فقط فارم کردن. توی این آپدیت و پچ جدید که معمولا جانگلر را دمیجن، وظیفه شما بیشتر فارم کردن و یعنی تقویت قدرتتون برای لیکینگ. اون پچ قبلی بود که شما تانک جانگل بودید، وظیفتون بود که روتیشن بدید، یعنی روتیشن سمت گنگ لینا بدید. روتیشن یعنی روتیشن اینطوری باشه که گنگ لینا بدید.
اون مال پچ تایم جنگلر بود که دیگه اون پچ نیست. میدلر رو پوش میدیم. نه تریدر رو میزنیم بعد فوکوس میدونیم روی یکی از لینا. شرایط فعلا با لین گله. من تریدر رو بزنم رفت سمت گله دیگه. با فینا فعلا دیگه وضعیت بفهمیم تنظیر ماسکو بشیم. آخ 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 شانس رو صاف رو کوبی تو دیوار. میزنن جفتشون میمیرن. نه فیلیکه اسپان وارد تیم فایت میشه. اونجلو چکول نموردن. پتری هایلوس هم برسن موردیم. دنبال آنجلا. نه پایینه. ردا پاییسی میزنی. خالوس مرده. بدا توی آیتم جدیده نه از این خبرها نیست. سعی کنید وقتی هلکورت کنید همین آیتمایی که من دارم می‌بندم همین رو ببندید. دقیقاً به این آیتم هستم. من با تجربه خودم تیمولا میام بهترین آیتم رو سرویس هلکورت این آیتم رو هم پینگم رو اذیت میکنم. مچ شات داون. خودمون ویژن خودمون رو نمیدیم به اینجا. البته یک هست نیست همین مورد آسان نبود. آنجلو تبیده مولی تمام. جا رو نگاه کنید. نه کسی نیامده. ultimate 2 ثانیه و تمام. آی نه میره. جواب نداد فیلیکم. دو تا شاتدان گرفتم فکر کنم تو این لاویلا. دو تا شاتدان نه 3 تا. من یوژانگ با یونورس. اوه 200 گوتوت زده. یکو بیسیک اتک چی آیتماش منطقیه.
بده. بسکه مرده؟ بله پیوریفای فایده نداره عزیز من. پیوریفای فایده نداره. شانس و نگاه اسکیلو ایستادم. الو شانس و نگاه. میره نمیتونم مثلا. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bir kuleyi yıktın. و تمام جی. ممنون بابت همراهیتون. امیدوارم مفید و کمک کننده باشه و اگر ویدیو رو دوست داشتید یا کلا از آموزش این چنینی خوشتون میاد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنون.